نموده در اسلام خانم نیم سهم یک مرد را به ارث میبرد. آیا این بی‌عدالتی در حق خانم ها نیست؟ این سوال توسط افراد دیگری نیز پرسیده شده. السلام علیکم دکتر زاکر نایک. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. آقای نایک، اسم من عین النهر می باشد. دانش آموز صنف دهم و از جشور بنگلادیش می باشم. می بینیم که در اسلام اموال باقی مانده از فرد متوفا برای پسر 2 برابر دختر داده می شود. چرا چنین است؟ آیا این یک نابرابری نیست؟ این یک سوال عام است که توسط غیر مسلمانان و حتی مسلمانان پرسیده می شود. در این باره سوالات زیادی توسط غیر مسلمین پرسیده شده. به نظرم جمله 14 یا 15 نفر این سوال را پرسیدند که می خواهم امروز جواب بدهم. تا آنجایی که به میراث مربوط می شود، آیات گوناگونی در قرآن عظیم وجود دارد که درباره میراث بیان نموده. طور مثال در سوره بقره سوره 2 آیه 180، سوره بقره سوره 2 آیه 240، سوره نساء سوره 4 آیه 7 الی 9، سوره نساء سوره 4 آیه 11 الی 12، سوره نساء سوره 4 آیه 19، سوره نساء سوره 4 آیه 33، سوره نساء سوره 4 آیه 176 و سوره مائده سوره 5 آیه 106 الی 108. قرآن کریم در جاهای زیادی درباره میراث بیان نموده. تا آنجایی که به سهم مربوط می شود، به طور اساسی 2 دسته آیات وجود دارد. آیات دسته اول مربوط سوره نساء سوره 4 آیه 11 و 12 می شود که بیان می دارد خداوند شما را در مورد میراث فرزندانتان سفارش می کند که سهم پسر مانند سهم 2 دختر است و اگر میراثبران میت دختران هستند 2 یا بیشتر از آن، سهم آنان 2/3 میراث است. اگر فقط 1 دختر باشد نصف میراث سهم اوست. و آیه ادامه می دهد تا آنجایی که به والدین شما مربوط می شود، اگر شما فرزندان داشته باشید، والدینتان هر یکشان 1/6 سهم میراث را به دست می آورند. اگر فرزندان نداشته باشید، یعنی تنها پدر و مادرتان باشد، سپس مادرتان 1/3 حصه را به دست می آورد و باقی مانده آن سهم پدرتان می شود. اگر شما 1 برادر یا 1 خواهر داشته باشید، مادرتان 1/6 حصه سهم میراث را به دست می آورد. همه این سهام پس از پرداخت وصیتی است که شما نسبت به مال خود می کنید و یا پس از دینی است که باید از اصل مال پرداخته شود. آیه بعدی سوره نساء سوره 4 آیه 12 بیان می دارد درباره خانمتان که مالش به شما میراث می ماند. اگر فرزند نداشته باشید، شما نصف میراث را به دست می آورید. اگر فرزندان داشته باشید، 1/4 میراث حق شماست. پس از پرداخت وصیتی که نموده و پس از قرضی که از اصل مال پرداخته می شود. آنچه را شما به خانمتان به میراث می گذارید، اگر فرزند نداشته باشید، او 1/4 سهم را به دست می آورد. اگر فرزندان داشته باشید، او 1/8 حصه را به دست می آورد. بعد از پرداخت وصیتی که کرده اید و یا پس از دینی که از اصل مال پرداخته می شود. کمی گیج کننده است، اما مشکل نیست. به قرآن مراجعه کنید و قرآن را باز کنید و سوره نساء سوره 4 آیه 11 و 12 را به عربی قرائت کنید و سپس ترجمه آن را بخوانید. بر علاوه آن